یه ضرب المثل قدیمی هست میگن که برق‌خوارا رو برق نمیگیره. نظر شما چیه؟ آقا کی میگه مکانیکی یه شغل پر استرسه؟ الان همین آقا شما چند سالته؟ چند؟ والله آقا صالح شما جوون به پاکی حیف نیست این همه گناه میکنیم با نامحرم میگن. نه حاجی من قصدم خیره، من دارم گناه میکنم برم جهنم ننه یزید رو بگم. دلمو به خدا آهن میگیره ببینم دامن تو یه روزی. آقا بی زحمت دوتا برگر به ما بدی. داداش فقط من کارت همراه نیست. اشکال نداره دادا من حواسم هست. یه دونه برگر بدی. داداش یه گاز بزن. آجی نمیتونم. جونه داداش یه گاز بزن. جونه داداش یه گاز بزن. حاجی نه دفعه